دویمش اگر گفتید نه من کارگر اینجا هستم، من با اینجا خریدار می آورم و شرکت به من معاش می دهد. عزیزان، پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در سنن نسائی است، میگن وقتی کسی را کارگر گرفتید معاش او را، اجره او را اول معین کنید. آیا شرکت اتمی به شما یک مقدار معین پول گفت که به تو هر ماه این گونه پول پرداخت کرده می شود؟ یا به شما گفت مثلا هر 10 نفری که خرید میکنند مثلا 10% از آن تو هست؟ این گونه چیز نیست. تو خودت خرید میکنی یا برای خویش و تبارت خرید میکنی، دیگرها رو میآوری که دیگرها هم خرید کنند، به دیگرها هم میگوی شما هم کار کنید در اینجا. یا حتی اگر دیگرها رو آوردی هم یک مقدار بالها از تو یا پیوی ها برای تو جمع می شود. یعنی این شرکت یک معاش معین ندارد برای کارگرهایش که حتما کارگری من هر ماه همین مقدار پول میگیری. و عجیبش این است که نکم از 10-12 نفر زنهایی که بعضیشان روس بودن بعضیشان نه، درباره اتمی صحبت کردن دیدم. من خودم در یوتیوب 2 سال پیش خیلی این شرکت رو درباره‌اش صحبت میکنن، بعد از 1 سال میبینید که اینها از اینترنت گم میشوند. یعنی خودشان رو آشکار میکنن که این کار بردوام نیست، این کار با بالا پر دادن است و فقط یک چند نفره که اکنون از حد بتواند مردم را فریب کند، مثل چند خانم های فبلیک تاجیکستان، دیگرها همه در اینجا به باطلاق می افتند. یعنی همون یک خرید کردن می درآیند، هیچی معاش نمیگیرند، 2-3 کسمت که میخرن استفادهش کردن یا نکردن رو الله میداند، با همین نیست شده میروند. یعنی تقریبا اکثریت زنهایی که من دیدم همین اتمی رو خیلی تعریف کردند و سایت کشودن، پس از 1 سال یا 2 سال تماما نیست شدن. یعنی عموما این چیز رو بردوام نمی‌یابد که بردوام در همین کار باشد. یعنی خیلی، حتی من اینش بودم و من دیرکتورش بودم و چیزی دیگر میگفته ها. پس اینجا هم یعنی تو اگر گفتی که من کارگرم، کارگر باید معاش معین داشته باشد. که آیا معاش معین دارن اینها؟ نه آدم بیار. و با این نمود شما یعنی گویا که اگر کارگر هم باشید، کارگری که با پول به کارتان در آمدید که من پول زیادتر شاید میگیرم، بعد کارگری هستید که معاش شما معین نیست، میگیرید نمیگیرید نه، شما باید فقط به همه رکلام کنید. و بعضی ها هستن چه خیلی گفتم پیش میروند، اما اکثریت در اینجا پیش رفته نمیتوانند.